و هر روز به وقتی بامدادی و گورستان ملک سازد منادی. حضرت گفتند من از خیلی آدم‌های دانا برای شما روایت می‌آورم و از خیلی تاریخ‌هایی که گذشتگان ما داشتند، از اون تاریخ‌ها برای شما یک روایت میکنم و روایت این است که هر روز وقتی که بامداد می شود، صبح دنیا را فرا می گیرد، ملائکه از ملائکه های خداوند بالای گورستان های مسلمان ها می ایستند و صدای می دهند. چی صدا می دهند؟ می گویند که ای شاهان روی تخت و تخته، گذاریدید جمله مال و رخته. نهان در زیر خاک بینوایی، اسیری ظلمتی گوری سیاهی. از پادشاها سر میکند. گورستان البته مکانی هست که پادشاه هم خوابیدگی است، وزیر هم خوابیدگی است، آدم فقیر و گدا هم در همون منزل خوابیده هستند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. خانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. فریاد زدن ملائک در گورستان است که در گورستان این ملائک چی فریاد میزند، چی مراجعت میکند، انشاءالله آگاه میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیدم در تواریخ‌های اخبار، بدیدم در تواریخ‌های اخبار، چنین فرمود دانایانی هوشیار. و هر روز به وقتی بامدادی، به گورستان ملک سازد منادی. حضرت گفتند من از خیلی آدم‌های دانا برای شما روایت می‌آورم و از خیلی تاریخ‌هایی که گذشتگان ما داشتند، از اون تاریخ‌ها برای شما یک روایت میکنم و روایت این است که هر روز وقتی که بامداد می شود، صبح دنیا را فرا می گیرد، ملائکه از ملائکه های خداوند بالای گورستان های مسلمان ها می ایستند و صدای می دهند. چی صدا می دهند؟ می گویند که ای شاهان روی تخت و تخته، گذاریدید جمله مال و رخته. نهان در زیر خاک بینوایی، اسیری ظلمتی گوری سیاهی. از پادشاها سر میکند. گورستان البته مکانی هست که پادشاه هم خوابیدگی است، وزیر هم خوابیدگی است، آدم فقیر و گدا هم در همون منزل خوابیده هستند. فریاد میزده است ای شاهانی که شما بالای
تختهای زرین و تختهای نرم نشسته بودیم و عاقبت بالای تخته و این مکان آمدید. شما میدانید که بعد آمدن شما مالهای شما در دنیا باقی ماند و خود ای شاهان در زیر خاک هستین، در یک مکانی هستین که دیگر شما بیرون برآمدن نمی توانید. خدا رحمت کند ابراهیم ادهم را هم که یکی از شاهان بود، پادشاه بود، به لفظ امروزه ما و شما بگیم پرزیدنت بود، بالای تخت نشسته بود و حضرت این تخت را ترک کردند، از بالای این تخت پایان شدند و پارسایی را برای خود اختیار کردند. از ابراهیم پرسان کردند ابراهیم این تختی که تو نشسته هستید چگونه یک تخت ملایمی بود و این خوراک هایی که تو میخوردی هیچ کس این خوراک ها را خوردن نمی توانست، شربت هایی که تو می نوشیدی این شربت ها به دست مردم نمی رسید، آن فراش و آن جایگاه خوابی که تو داشتی چشم نادیده بود وی را، چرا این تخت را ترک کردی؟ برای این تخت امروزها چی جانکنی ها می شود؟ امروز اگر شما صحنه شهر اوکراین را تماشا کنید، برای پادشاه شدن مردم دوام یک هفتهشی در زیر برف ها ایستادند تا که این دو بدبخت شود یکی پادشاه شود. حضرت ابراهیم چی گفتند؟ کسی پرسید از آن ابن ادهم چرا ملک جهان را کردی برهم؟ چرا این ملک جهان را برهم زدی؟ چرا پادشاهی تا دوام ندادی؟ چرا اینقدر راحت تو پسی پشت پرتافتی و این پارسایی و درویشی و فقیری را پیشه خود کردی؟ بگفت حضرت چی گفتند؟ بگو هنگام روی تخت بودن به چشمم تخته را وانمودند. من وقتی بالای تخت بودم یک تابوت را دیدم، بدیدم خوابگاه خیش در خاک، از این بابت گریبان را زدم چاک. بعد این تخته را دیدن من هم به خود آمدم که روز از روزها این ابراهیم ادهم اگرچه در تختم باشد بالای این تخته البته سوار می شود و روز از روزها این لحظه که تمام فقیران و محتاجها داخل اون می شوند، خانه من هم مثل خانه این فقیران است. از این بابت گریبان را زدم چاک. چی سود؟ حضرت گفتند چی سود از تخت آی روی تخته که نوشی قطره آب زی پخته؟ حضرت گفتند چی فایده دارد وقتی که من از بالای این تخت های زرین روز بالای این تخته قاق سوار می شوم و چی فایده دارد که تمام شربت ها در زیر اطاعت من باشد و روز از روزها با پخته بر من آب بچکاند؟ ملک منادی می کرده است، فریاد می زده است. باز مراجعت می کند ملائک و ای نازک جوانان گلندام و زیر خاک گشتی تو آرام و ای پیرانی پر محنت کشیده بخوردی لذتی رحلت چشیده. بعد شاهان مراجعت میکرد به سوی جوانانی که تا حال حیات خودشان پره نکردند و به زیر خاک همه خوابیده هستند و به سوی پیرانی که خود ضعیف بودند باز چنگال عزراییل آنها را ضعیفتر کرد، به سوی آنها هم مراجعت میکرد است، فریاد میزد است. چی میگفت است؟ چی دارید آرزوی دل بگویید، ای شاهان، ای جوانها، ای پیران موی سفید که در زیر قبر خوابیده هستید، چی دارید آرزوی دل بگویید؟ در این خاری فرو از آب روید،
شما این مکانی آمدین که در اینجا آبروی شما نیست دیگر، آبروی شما پرید نابود شید. لیکن از شما خواهش دارم که چی آرزو دارید، آرزوی خودتان برای ما بیان کنید. همه گویند در دنیای فانی، همه گویند در دنیای فانی نداریم آرزوی زندگانی. همه این اهل گورستان چی میگفته است؟ ای ملائک، ای بنده خدا، ما آرزوی ما همین است که دویم باره دیگر بر حیات بر نگردیم، دویم باره زندگی برای ما برپا نشود. ولیکن حسرتی بسیار آرمان به دل داریم از صدها فراوان. دویم باره حیات زندگی را نمیخواهیم. برای ما همون دنیایی که عاقبتش چپشیدن و نابود شدن است، برای ما آن دنیا هیچ اهمیت و هیچ آرزوی ما داخل نمیگردد. لیکن در دل یک آرزو و حسرت‌های زیاد داریم. چی هست؟ که تا زنده شویم یک بار دیگر بگوییم ذکر پاک نام داور. تا که خدایا ای ذاتی که تو مرده را زنده میکنی و زنده را مرده میکنی، همه این به ید قدرت توست. خدایا از تو تمنا و آرزو داریم که یک بار دیگر ما را زنده بگردان، تا که به خانه خود برویم و با یک حیات قدم بزنیم، تا که از حیات گذراندگی خودمان راضی باشیم و چنان ذکر تو را چنان بیان کنیم که پروردگارا تو در اون زمان از ما راضی بگردی. دریغا نیست دیگر زندگانی، دریغا نیست دیگر زندگانی، به حسرت خفته ایم در خاک دانی. لیکن حضرت ها باز ناامید می شوند که خدایا میدانیم که تو زمان در قرآن ما خوانده بودیم یا از زبان یک داملای شنیده بودیم که خداوند شما فرموده بودین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. ما زاره میکنیم که خدایا ما را زنده بگردان و ذات شما بر ما جواب میگرداند که بعد مردن دیگر زنده گردانیدن و به سوی خانه رفتن نیست دیگر. خدای شما دانست که شما در حیات چی کار میکنین و چگونه به نزد من میآیید. بدان ای بنده قدر زندگی را، بدان ای بنده قدر زندگی را، مده از دست کسب بندگی را. بگو ذکر و مگو ناگفتنی را، بکن امر و مکن ناکردنی را. حضرت جنودی ما و شما را در آخر نصیحت کردند که ای مردم بیدار شوین، از پول دنیا دیده و از راحت دنیا دیده عمر قیمت است، عمر ارزشش به نهایت قیمت است. شما به قدر عمر خود برسین، زیرا که عمر رفت دیگر نمیگردد. عمر که رفت بدنهای شما ضعیف می شود، شما دیگر خدا را پر عبادت کردن نمی توانید. بندگی کنید، عملهای صالح را زیاد انجام دهید تا که در نزد خدای خود خجالت نباشید. رسول اکرم میگوید یتبع المیت ثلاثه، وقتی بنده از دنیا میگذرد سه چیز از پس وی میرود تا گورستان. چی است وی؟ اهله و ماله و عمله. اهلش، اولادش، مالهایی که داشت، عملهایی که داشت، هر سه اینها تا گورستان از پس مرده میروند. فیرجع اثنان و یبقى واحده و یرجع اهله و ماله و یبقى عمله. پیغمبر خدا گفتند پس میگردد اهلش، اولادش و مالهایی که داشت اونها پس میگردند و همراه این مرده همان عملی او باقی میماند. خلاص. رسول الله گفتند من این حدیثی که الحال برای شما بیان کردم به یک مثال عادی به شما تشبیه میتونم. یک برادر سه برادر دارد، یک شخص سه برادر دارد. پیغمبر خدا این حدیثی که الحال به شما گفتم مثال میارد. سه برادر دارد،
وقتی که این برادر بیمار می شود به سوی این سه برادر مراجعت می کند. به یکی از اینها: برادر عزیز، من الحال بیماری دارم که عاقبتش وفات است، تو برای من چی خدمت میکنی؟ می گفت است، برادر می گفت است مادامی که تو بیمار هستی من تو را بیمارداری میکنم، من برای تو غذا تیار میکنم، همه حالتهای وزنی تو را به دوش خود میبردارم، وقتی از دنیا گذشتی من تو را غسل میدهم، کفن میکنم و داخل قبر میگذارم. پیغمبر خدا گفت این اهلش است، این اهل هست، یعنی تا داخل قبر اهل اولاد خدمت میکند. این برادر اهلی هست. گفتند باز این بیمار به سوی برادر دیگه مراجعت میکند: تو چی خدمت میکنی؟ میگوید: برادر عزیز، برادری من و تو فقط در همین حیات است، بعدی تو من از این خانه تو باز خانه دیگر کس میروم. رسول اکرم گفتند این برادر مال است، این مال است. گفتند امروز در دست این کس است، فردا از دنیا که گذشت باز در دست دیگر کس میافته. و سیوم برادری که مراجعت میکند میگوید: تو چی خدمت میکنی؟ میگوید: خدمت من همین است که من همراه تو در داخل قبر میستم و از وحشت قبر تو را نگاه میدارم، سوالهای منکر و نکیر را جواب میگردانم، روز قیامت در ترازوی اعمال تو چکار میکنم؟ وزنین میشوم، سنگین میگردم. پیغمبر خدا گفتند این برادر عملت هست، ای اصحاب من از این سه برادر کلامش اختیار میکنید؟ گفتند آخرش پیغمبر خدا اونی که همراه ما در قبر هست، این عمل هست. حضرت علی روز به یک وادی میگذشت با همراهی کمیل رحمت الله علیه. کمیل میگوید در یک وادی یک قبرستان را دید علی و جانب قبرستان گشت. گفت ای اهل قبرستان، آیا برای ما یگان خبری دارید؟ دمی میگه خاموش ایستاد. و بعد این باز علی گفت خبرهای ما بر شما این است که وقتی که شما دنیا را پدرود کردید مالهای شما تقسیم شد، فرزندهای شما یتیم شدند و زنهای شما شوهر کردند. این خبر ما بر شماست. آیا یگان خبری از شما بر ما هست؟ حضرت کمیل میگوید حضرت علی این سخن گفتند و گریان شدند. و بعد باز جانب من گشت و گفت اگر اهل قبرستان زبان می داشتند هر آینه می گفتند که از خدا بترسید و حق خدا را در حالت زندگی بجا بیارید. اگر اینها زبان می داشتند. این یک تفسیر عادی و مختصر و ساده در این غزلیات حضرت جنونی هست. البته خلاصه کلام این است که ما و شما باید که با قدر حیات خود برسیم، نگوییم پیر هستیم، نگوییم جوان هستیم، نگوییم میان سال هستیم. هر حالتی که نباشد عادی ترین حتی یک ثانیه و یک دقیقه را برای خودمان چکار کنیم؟ غنیمت بشماریم. زیرا ما و شما نمیدانیم که مرگ کی به سراغ ما و شما می آید. پیش از مرگ باید که ما و شما تیار باشیم. رسول الله میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما می آید شما باید که تیار باشیم. میگذاریم انشاءالله در سوال و جواب هایی که الحال نزد ما هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، من شما را دوستی نزدیک میدانم. التماس به سوال من جواب درست بده. در وقت گذشتن از منزل روزها دعا کردن ممکن است یا نه؟ یعنی وقتی شما به پیش گورستان میگذارین، گورستانی که روزها خوابیده‌اند، اونجا شما دعا میکنین، میگوین ای مردمی که در این قبرستان خواب هستین،
شما کسانی بودین که قرآن انکار میکردین. شما کسانی بودین که نمازی در مسجد و نماز جماعت نداشتین. شما کسانی بودین که حیات خود به عرق نوشی سپری کردین. وای به حال شما و آمین یا رب العالمین. این دعای شما در حق مزار اونهاست. وای به حال شما که شما دین اسلام اختیار نکردین. و اگر شما این راه را انتخاب میکردین، خدای شما گفته بود این الدین عند الله الاسلام، دینی که در نزد من نجات دارد این همون چی هست؟ اسلام هست. هر کسی که با اسلام از دنیا میگذرد در حق او ما دعا میکنیم که خدای رحمت و مغفرتش بگرداند. وقتی انسانی که با اسلام هیچ خدمتی نمیکند، به زمین خدمت باز دشمنی خودش می‌آورزد، او لایق دعا هم ندارد. السلام علیکم داملای عزیز. من یک نفر مخلص شما، خواهش میکنم به سوال من جواب میگردانید. زن با طور شوخی با شوهرش میگوید در نبودن تو من با یک جوان زیبا بودم، با این طریق این زن گناه میگیرد یا نه؟ و در آخر التماس دارم از شما امروز در روز قبول دعاست، از برای من دعا میکردید که کار مشکل پیش روی من آمده است. یعنی این برادر سوال کردن که اگر زن به طریق شوخی بگوید که در نبودن تو من با همراه یک جوان بودم، آیا این زن گناهگار می شود یا نه؟ راستی بار باور کن این بی‌غیرتی و بی‌ناموسی همون مرد نشان می دهد. وقتی که زن نزد وی میگوید که من در نبودن تو با یک جوانی بودم، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. این گپ شوخی هم نیست، همه کار از شوخی سر میزند. وقتی یک بار میگوید ما با همراه فلان کس بودیم و نگاه به سوی تو میکند، زنها بسیار یک دام فریب هستند. رسول اکرم گفتن اتقوا النساء و اتقوا الدنیا، از دنیا و از زن سخت بترسید. از این خاطر اولا این تماما معنی ندارد. باید زن اینقدر جرأت پیدا نکند که این سخن در نزد شوهر خود بگوید که ما با فلان مردی بودم، و این مرد اگر خنده کند این دیوس است و بگوید شوخی کرده است، خنده کند، این دیوسی را نشان میدهد. برای البته زن هم گناهگار میشود و تو در نزد خداوند از اون دیده گناهگارتر هستی. خداوند آن مشکلاتی که پیش روی توست، خدایا مشکلاتی تو را دور بگرداند و غیرت اسلامی را خدا در وجود تو پیدا بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادر با کلمات عربی نویسنده است. راستی بار این حسن ختم نیست. حسن خط می نویسی، خوب بنویسش، نقص بنویسش. نمیتونی نویسنده با همین طریق کریلیکی بنویس، میفهمیمش انشاءالله. السلام علیکم داملای محترم. آیا حضور پدر و مادر در نکاح شرط است یا نه؟ یعنی در نکاح حاضر شدن پدر و مادر اگر چندی که فقها میگویند شرط نیست، لیکن با مرور زمانی که الحال ما و شما زندگی داریم حضور پدر و مادر شرط است که باید که در نکاح خواهرز البته و پدر و مادر است. وقتی ما اینقدر صفتی که پدر و مادر میکنیم و در نکاح فرزندش اشتراک نداشته باشد یا درکدار نباشد، پس این چگونه میشود؟ این حالت هم این نکاح با فیض و با برکات هم نیست. باید که همون داملهایی که هستن پرسان کنند. ما را چند کس میگوید، ما راستی بار میپرسیم پدر و مادر باشد، اشتراک داشته باشد، از این نکاح فرزندشون لذت برد. اونها به همین روزا اونا تربیه کردن. باید که البته حضور داشته باشد و تمام دامله ها مسئول هستند. اینها را باید که بپرسند که آیا اشتراک دارد ندارد، آیا این فرزند چگونه فرزند است که پدر و مادر او در این نکاح اشتراک ندارد. اینا را باید که ما بفهمیم، دامله ها باید بپرسند. الحال در همین موضوع یک صحبت میخواهم برای شما برسانم. یک برادر برای ما مراجعت کرد. من بعض دامله ها این رساندنی هستم. یک برادر الحال به ما مراجعت کرد که
پدرشان یک زنی داده بودند. اون زن تخمین 50 ساله یا زیادتر از 50 ساله بود. وقتی که در خاندان پدرشان جنجال شده است، البته زندگی آینه بیش و کمی است، هر شب در آسمان ستاره نیست، زندگی بی جنجال نمی شود. وقتی جنجال شده است، اون زن بیرون شده است از خانه، آمده است این شهر خانه مادرشان و بعضی از فرزندهای از همین دهه نزدیکی همین کاریز است، اون زن دیراب کردن، طلاق ناگرفته رفته در پدر خچان نکاح کرده دادن. ببینید این خودش یک مصیبت است، یک مسخره کردن با اسلام است. این ممکن نیست در اسلام. زنی که به او به نکاح است، اون نکاح نشد، اگر چند تا روز خطبه بخواند خواندن میگیرد، اون خطبه معنی را ندارد که نکاح واقع شد. اینجا شرط ها به جا آمده است. این زن بی طلاق است، چگونه وای میتواند قطعی اون مرد زندگی کند با اون موی سفید؟ اون موی سفید فردا در قبر نزد خدا چی جواب میگه؟ خدای مهربان میگوید من شرم میدارم موی سفیدی که ریشش سفید است و عذاب کنم. آیا موی سفید شرم نمیدارد که به سوی من گناه میکند؟ آیا گناه است؟ این زنا هست آخه. تا زنی که اگر طلاق کردگی و عده، ما درباره عده با شما صحبت داشتیم، تا عده او نگذرد، زن 50 ساله از 50 بالا عدهش 3 ماه است. وقتی شوهر باید طلاق میکند 3 ماه باید که عده بپاید بعد شوهر کند. اگر در این مدت شوهر کند اون شوهر نیست، این نکاح نیست. همخوابگی اونها همچنان است که زنا در راه خدا زنا کرده ایستادند. خوب میشود و کسی نباشد با او زن دیگر همخوابگی نکنند، اون زن جدا کنند. از خدا بترسیم. السلام علیکم داملای عزیز، من در دانشگاه شهر کلاب میخوانم. دکان دانشگاه با ما میگوید که من شخص مسلمان را شوم میبینم. در قرآن شریف آمده که دخترها مسجد رفتن منع است. دکان میگوید که من آدم دیندار را شوم میبینم. میگوید که قدم زدگی هم گناه است و با سر سجده میکنم، باز یک بار گناهگار میشم. التماس من راستی با این سوال هم نفهمیدم، لیکن آمدن زنها در قرآن خبر داده باشد به مسجد، در قرآن هیچ آیتی نه آمده است که زن به مسجد نه آید. دکان دروغ میگوید. و دیگری که مثال آدم مسلمان بد میبیند، شوم میبیند، ایتری ابو جهلا پر است. ما برای هیچ غم هم نداریم. در هر زمان محمدی هم است، ابو جهلی هم هست. این مکان میگد به هر رویت گل و خار اندرین باغ، که هم توتی در کار است و هم زاغ. این دنیا بیزاغ نمیشود. میکنم که سوال مرا با پررگی جواب گوید. در ماه شریف رمضان در 30 روز ماه دخترها با پسرها مابین روز در بخچکایی میکنند. این روزه نیست. وقتی که بخچکایی برای شما گفتم، مزار پرستی برای شما گفتم، فالبینی برای شما گفتم، اینها چیزایی هستند که برادرای عزیز از اسلام ما نیست. بزمی این باز شما در نزد خدا عاصی و گناهگار میگردین. با اینها رجوع نکنین. امروز اکثر سوداگرها در این مسجدهای ما و شماست، همون خارهایی که شما کلان کلان در دکانهاتون کشال کردین، این نشانه اون است که تو توفیق نداری، تو از خدا نمیترسی، تو ایمانی بر خدا نداری، تو فقط از همون خار تو چی داری؟ حاجت و برکت دکان تا طلب داری. اون خارها را از دکانات دور کنین. نلهایی که در دروازه هاتون آویزان کردین اونها را دور کنین. در رمضان کرده باشد، از رمضان ثوابش تماما محروم شده است. رمضان چیزی نیست که همین دهن بستی و تشنگی تمام به همین روزه بجا ما باشد. نه،
تمام اعضای انسان باید روزه‌دار باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. که دامله حاجی میرزا، حمام رفتن مردها یک جای درست است یا نه؟ حمام، من برای شما چند حدیث اینجا نویساندم، میخوانم الحال خودتان ملاحظه کنین که حمام چی معنی داره. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتقوا بیتا یقال له الحمام. پیغمبر خدا گفتن از خدا بترسین و آن مکانی که نامش حمام است به اونجا قدم نزنید. قال یا رسول الله انه یذهب الدرن و ینفع المریض. صحابه گفتن پیغمبر خدا، حمام مکانی هست که چرک آدم دور میگردد و بیماری هایی که باشد از حساب حمام بیماری ها نابود میگردد. قال فمن دخل فلیستتر. پس مادام کدام از شما میخواهد که حمام داخل شود بایستا که ستر عورت بجا بیارد. رسول اکرم در آخر گفتند از این خاطر وقتی شما حمام میدرآیین، جوانای عزیز یا پدرهایی که حمام میروین، اولا حاجت به حمام نیست. الحمدلله امروز یک سرپوشه داریم یا یک پیچکه داریم که در همون یک کمی همون را بتسپانیم، آب گرم کنیم، در همون سر بدن خدا بشوییم. از اوی که ما و شما در یک جمعیت داخل می شویم که همه اگرچه تو سطر داری لیکن اون دیگرها سطر ندارن، به نظر کردن اونها، به داخل شدن مکان اونها تو هم گناهگار هستی. حضرت سلمان فارس از ما و شماست، میگوید 3 بار گفتن حضرت مردن و زنده شدن را به عهده دارم، لکن نظر کردن به عورت یک برادر را اختیار نمیکنم. 3 بار حضرت گفتند مردن و زنده شدن را به عهده دارم. این مردن خیلی کاری مشکل است، جان دادن خیلی کاری مشکل است. این را به عهده دارم، لکن به عورت یک برادر نظر کردن را من برای خود اختیار نمیکنم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. این نسائی هم روایت کردن، ترمذی هم روایت کردن، حاکم هم روایت کردن. چی گفتند؟ کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد، چی میگوید؟ فلا يدخل الحمام الا بمئزر. پیغمبر گفتند داخل نشود حمام را مگر با سطر عورت. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يدخل حلیلته الحمام. کسی ایمان دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، ایمانی بر خدا دارد، بایستا که اجازت ندهد که زن او حمام رود. برای زنی وی هم داخل حمام شدند هم اجازت ندهد، فقط سطر عورت. این هم یک حالت اگر ناگوار برای شما باشد و اگر حمام هم اختیار میکنید جایی دارد تنها برای هر آدم، اونجا را برای خود اختیار کنید. برای جمع بین جمعیت و ترک سطر کردن، شما اگر روز جمعه باشد از جمعه تماما بالکل از ثوابش محروم هستید. اگر در روز جمعه رفته در حمام باز با یک بدنهای لوچ، یا اینکه اگر سطر عورت هم داشته باشید پهلوی تو لوچ باشد، تو از ثواب جمعه محروم هستید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک چند سوال را از شما پرسان میکنم. شما گویید که مادر به سر گور فرزندش رفته دعا کردن روا هست یا نه؟ دویم، مفهوم روضه امام اعظم چیست؟ روضه گفته باغزار یا مقبره یگان عالمی که از دنیا میگذرد غیر روضه میگویند، یا ما و شما میگوییم روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مرقدش، همون را روضه میگویند. روضه ابو حنیفه هم مثل همین است، چگونه که در بغداد است، در بغداد حضرت خوابیده هستند، مثل همون است.
مرقد ابو حنیفه. سیوم پیشتر یعنی در عصرهای پیشین وثیقه‌نامه بوده است. این چگونه حجت بوده است؟ وثیقه‌نامه اینا همون اولادهای خودشان بود. وثیقه‌نامه گفته همین گواهنامه را هم میگن، گواهنامه را هم وثیقه‌نامه میگن. یا اینکه اگر مطلب شما این باشد که مثال بعضی آدم‌ها پشت‌های خودشان چند پشت تا کی میرسد گفته اونا را حجت کردگی هستند، معنای همراه هم داره. زنی که سینش به 70 رسیده است، اگر مرد با زن دیگر گرفتن مراق داشته باشد ولی زن مانع شود یا خود رشک برد، با وی اوبال نیست؟ اوبالی چی هست آخه؟ مثال اگر مرد مراق به زن دیگر داشته باشد و شرایطش میرسیدگی باشد، شرایطش میرسیدگی باشد، تأمین هر دی این زنها را میکردگی باشد، اینجا هیچ یگان رشک زن و مانگی زن هیچ اهمیت ندارد. و سوال اولی که شما گفتین آیا مادر به گورستان به نزد فرزندش دعا کرده میتواند یا نه؟ من یک حدیث از پیغمبر خدا به شما میخوانم که را حاکم روایت کرده است. ابن ابی ملیکه وقتی میگه عایشه صدیقه از گورستان برگشتن، این زن از عایشه سوال کردند من این جئتی؟ از کجا آمدی عایشه؟ قالت من قبر اخی عبدالرحمن ابن ابی بکر. گفت از نزد قبر برادرم ابی بکر عبدالرحمن ابن ابی بکر آمدم. فقلت لها الیس کان النهی عن زیارت القبور؟ عایشه آیا پیغمبر خدا نگفته بود که زنها باید که به زیارت قبرستان نروند؟ قالت کان النهی ثم امر بزیارتها. بلی گفت ای ابی ملیکه، پیغمبر خدا اول من کردند لکن در آخر اجازت دادن که رفته زنها هم قبرها را زیارت کنند. لیکن حدیث های زیاد هم در باب من کردن زنها برای زیارت قبرها هست از پیغمبر. لیکن امروز حاجت به سوی قبرستان رفتن زنها را هم در مذهب ابو حنیفه میگوید خاطرش این است که اینها طاقت صبر ندارند و در داخل قبرستان که جزا و فضای زیاد میکنند، از این خاطر گفتن نرفتنشان بهتر است. و وقتی که اگر میروند باید که ستر اسلامی داشته باشد. لیکن از همه بهتر همین است که هیچ حاجت نیست در همون خاندان دعا کنند، در حق فرزنداشون دعا کنند، انشاءالله خداوند دعای اونها را میرساند. شرط نیست که همون قبرستان یا که مزارها در مثال ما و شما همین زنهای ما و شما آباد گیرن، هیچ حاجت نیست. سلام داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم که به این سوال من جواب گردان. نماز بامداد قضا شود در کدام حالت خواندن درست است؟ بعد از شام درست است یا بعد از پیشین؟ نماز شام نماز قضا وقت ندارد. بامداد قضا شد تا پیشین میخوانی، بعد پیشین میخوانی، پیش عصر میخوانی، بعد عصر میخوانی، بعد شام میخوانی، همه صورت جایز است. کدام حالتی ده که نماز قضا را میخوانین البته به البته جایز میشود، درست میشود. السلام علیکم داملای عزیز، من بر نماز شما از کوچه چرمگری پایان می آیم. شما را از محبت بسیار چند بار در خوابم نیز زیارت کردم. یک شب خواب دیدم شما و خودم و حضرت عمر یک جا نشسته ایم. حضرت عمر می گوید که کمی صبر کنید، رسول اکرم می آید. دیگر نمی دانم که پیغمبر را دیدم یا نه که این که بیدار شدم. این چه خیل خواب است؟ من چند بار گفتم من تعبیر خواب نمی کنم، لیکن وقتی آدم خواب میبیند حضرت عمر یا یک عالم، یعنی یک آدم نمایانی که در راه خداوند نمایان شده است، وقتی وای مثال شما در خواب میبینید، این یک معنای او را دارد که ایمان شما قوی شده ایستاده است، ایمان شما کامل شده ایستاده است. خوش به حال او برادری که حضرت عمر را در خوابش میبیند، حضرت ابوبکر را در خوابش میبیند، حضرت عثمان را در خوابش میبیند. این در هر خواب داخل نمیشوند. داملای شیرین سخن عزیز، خداوند
سخن از خداوند و بعد از جماعه مسلمین که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من دعای خیر کنید که دعا طلب کردن از غرب و مهربانی های پدرشان. یعنی برادرایی که در سفرها هستند، تحصیل علم میکنن یا برای رزق روزی رفتن، خدای مهربان اونها را صحت سلامت بردی، صحت و سلامت به خاندان برگشته و آمده در جمعیت و در دین خدمت کردن را خدا نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم. در محله ما داملا امام تسبیح